میگن فرازمینی‌ها تو راهن، آماده‌ای براش؟ یه چند وقتیه خبر ورود یه جرم ناشناخته میان ستاره‌ای به منظومه شمسی حسابی سر و صدا کرده. تریای اطلس، جرمی که برای اولین بار توسط رصدخانه اطلس کشف شد و با رفتار غیر معمول خودش یه اختلاف نظر جدی بین اخترشناسا به راه انداخت. یه عده از کارشناسا با ظن و گمان شخصی خودشون این رفتار غیر معمول رو توجیه میکنن. این جرمم صرفاً یه دنباله‌دار میدونن که چند روزی مهمون منظومه ماست. اما از طرف دیگه افراد سرشناس مثل دکتر میچیو کاکو یا دکتر آویلوب این مسئله که شاید تریای اطلس حضور موجودات هوشمند فرازمینی باشند رو کاملا محتمل میدونن. این وسط سکوت معنادار ناسا با بهانه بروزرسانی سایت هم این احتمال رو جدی‌تر کرده. I ask you, what the heck is 3i Atlas and why the clouds of mystery around it? NASA's like tight-lipped. An intelligent visitor from another solar system, and perhaps this week we can have a test of it. That's right. This week, it turns out that the asteroid or comet will be whizzing around our sun, and if it picks up extra energy on its flyby, that would clinch it. That means there's extraterrestrial intelligence involved. So watch for it. As it whips around the sun, if it picks up extra energy, bingo. It means there's intelligent life that is guiding the motion of this object. کاری به رفتار غیر عادیش که برخلاف سایر دنباله‌دارا از جلوش بخار خارج میشه ندارم. اما طبق گفته دکتر میچیو کاکو 30 اکتبر یعنی همین امروز مشخص میشه که این جرم متعلق به فرازمینی هاست یا نه. چون تو این تاریخ این جرم در نزدیکترین فاصله از خورشید قرار میگیره. حالا اگه انرژی ورودی و خروجی این جسم از مدار خورشید برابر باشه مشخص میشه که یه دنباله داره. اما اگه انرژی خروجیش بیشتر باشه میفهمیم که از اثر اوبرت استفاده کرده که انرژی اضافه‌ای دریافت کنه و این یعنی هوشمندی. موجوداتی هوشمند که آگاهانه برای مصرف سوخت بهینه‌تر چنین کاری کردن. ممکنه براتون سوال پیش بیاد که من از کجا اینقدر با اطمینان از وجود فرازمینی‌ها صحبت میکنم؟ دلیلش پاسخ صریح و روشن معلم الهیم درباره موجودات فضاییه که براتون تو کپشن گذاشتم. از دستش ندید. راستی شما چی فکر میکنید؟ نظرتون رو برام کامنت کنید.